خاص‌ترین رستوران تهران از نظر من اینجاست. حالا چرا خاص؟ چون طراحی محیط به عهده تیم هادی تهرانی بوده. چون اینجا به همه چی توجه شده. تهویه هوای سالن، نوع برخورد و عملکرد پرسنل، وجود پارکینگ تو منطقه‌ای به شلوغی جردن و حتی توجه به سرویس بهداشتی. برآیند این نکات منو قانع میکنه تا به این مجموعه بگم فاین داینینگ. توی این ویدیو آیتمای پیشنهادی خودم رو بهتون معرفی میکنم. این نونها به عنوان خوشامدگویی میاد سر میزتون. یکی از یکی خوشمزه‌تر، علل خصوص این فوکاچه درست. برای پیش غذا پیشنهاد من پتاژ ریحانه. اگه ریحون دوست دارین عطر و طعمش حالتون جا میاره. پیشنهاد بعدیم سالاد سالمون آووکادوه. این سالمون گراولاکس شده است، نه خامه نه سرخ شده و پخته. بسیار خوش طعمه و تو کپشن کامل براتون توضیحش میدم. البته که سلیقه‌ایه. تو غذای اصلی پیشنهاد اولم فیله مینیونه. اولین نکته برای داشتن یه استیک خوب گوشت خوبه. این گوشت خوبه. گوشت بافت نرمی داره و مطابق درخواست خودمون پخته شده. طعم امامی سسم به نظرم همه چی رو تکمیل کرده. قیمتا رو تو کپشن میذارم، بالاست اما نسبت به کیفیت و خدمات ارزنده است. بیف استراگانوف تو آیتمای اصلی قیمت مناسب تری داره. گوشت، سس و سیب جولیان همه درست. پوره میتونه طعم‌سازی بهتری داشته باشه. شاه میگو سوخاری شده. این ابعاد تو دسته شاه میگوهای بزرگ قرار میگیره. خوش‌طعم و بافت لطیفی داره. واقعا خوب بود. بعد از غذا اگه خواستی نوشیدنی میل کنی، پیشنهاد من دمنوش نعناس. فوق‌العاده است این بشر. اگرم دسر خواستی، حتما کرم بروله. من نوول رو دوست دارم چون مهمتر از کیفیت خوب غذاهاش، بهم یه فضای دنج، شیک و آرامش بخش ارائه میکنه. شاید بپرسی چرا نذاشتیش تو پلیلیست ادابازی؟ نه، اینجا اصلا توی کلاس دیگه‌ایه. کپشنو حتما بخون و اگه اینجا اومدی از تجربت بگو. خاص‌ترین رستورانی هم که رفتی و معرفی کن تا برم سراغش.